دلبستگی. اگه کسی که دلبستگی اضطرابی داره بخوره به پوست کسی که دلبستگی اجتنابی داره چه اتفاقی میفته؟ بیاین اول مشخص کنیم چند نوع و چند مدل دلبستگی عاطفی داریم. اصلا هر کدوم چجوری هست؟ شاید یکی از این نوع دلبستگی ها شما خودتون باشین. دلبستگی اضطرابی یعنی اینکه اگه تو رو از یه سمت بدوزم به سمت دیگه من، اگه حتی تو رو بچسبونم به من، باز من میترسم که تو بری. در واقع این نوع دلبستگی ها ممکنه به خاطر طرحواره رهاشدگی باشه. مثلا کودکی که والدینش گاهی در دسترسش بودن و گاهی نبودن، یا مثلا کودکی که مادرش حتما چندین بار با فرزندش اینجوری صحبت کرده که اگه فلان کار رو نکنی من دیگه مامان تو نمیشم و میرم. حالا دلبستگی اجتنابی یعنی چی؟ یعنی اینکه به من نچسب، من به هیچ وجه مسئولیت تو رو قبول نمی کنم. در نهایت دلبستگی ایمن یعنی اینکه من پذیرنده محبت هستم، بدون چرت انداختن محبت می کنم، از رفت آمد انسان ها استرس نمی گیرم، تو رابطه پرخاشگری ناشی از ترس از دست دادن ندارم، پذیرنده صمیمیت هستم، صمیمی شدم برای من کاری نداره چون من به خودم اعتماد دارم. کسی که مدام از نگرانی زنگ میزنه، پیام‌های طولانی میفرسته، دائما خودش رو زیر سوال میبره که نکنه من ناکافی باشم، مدام چک میکنه، گوشی پارتنرش رو چک میکنه، پیگیری میکنه، شکاکه، مدام نگرانه که ممکنه شاید بهش خیانت باشه، کسیه که دلبستگی اضطرابی داره. کسی که میترسه مسئولیت بپذیره توی رابطه، کسی که میترسه خودش دلبسته یا وابسته بشه یا اصلا کسی به اون وابسته بشه، کسیه که دلبستگی اجتنابی داره. کسی که بری بهش بگی کجایی نیستی میکشه عقب و از رابطه فرار میکنه، که در کودکی والدینش در دسترس نبودن و معتقد بودن که فرزندشون باید روی پای خودش وایسه، خودش مشکلاتش رو حل کنه. این دو نوع دلبستگی ها تکمیل کننده رابطه همدیگه هستن. بهتره که هر دو طرف خودشون رو درمان کنن، این روند و چرخه معیوب ادامه دار نباشه.